صبر کن کوردیناتور، مشکلی به وجود اومده. شما خوب میدونید ما به اندازه کافی توییتر نداریم. دوستان همه چیز ما بستگی داره. ما باید به این 50,000 متحری کمک کنیم. ما باید اونا رو وارد مؤسسه کنیم. من مطمئنم که شما تمامی سعی و تلاشتون رو خواهید کرد، اما من از شما میخواهم که عزم خود را جزم کنید، تلاشتون رو 2 برابر کنید. ما داریم به انسانهای زیادی کمک میکنیم که نسل آینده را دگرگون کنند. در مؤسسه روحی یاد گرفتیم دیگه از نباید زمان را از دست بدهیم. برای رسیدن به این هدف که وحدت عالم انسانی است قیام کنید و حرکت کنید. از همه شما میخواهم که در این هدف بزرگ همه با هم همراه شویم و میدانم که همه شما برای رسیدن به این هدف آماده هستید. حال کسانی که کتاب 1 روحی را به پایان رساندند با توکل به خدا اقدام به تشکیل جلسات دعا کنند و کسانی که کتاب 2 روحی را به پایان رساندند با همت و فداکاری ملاقات خانواده ها را خانه به خانه شروع کنند. هر کتابی را که به پایان رساندید راهی برای خدمت به روی شما باز خواهد شد. من باورم نمیشه کوردیناتور. ساکت شو. این مؤسسه برای زیبایی تأسیس نشده است، بلکه هدف آن خدمت به خلق بوده و برای همین هدف است که ما زندگی میکنیم. کوردیناتور ما چطور میتونیم پاسخگوی این 50,000 نفر باشیم؟ ما توییتر به اندازه کافی نداریم. درسته، حق با توست. بله. تو کدوم کتاب را به اتمام رساندی؟ من فقط کتاب 1 رو خوندم. اما اون که فقط یه بچه هست. اون میتونه، تواناییشو داره. این فرصتی است برای او. دوست من اون رو انجام بده. احتیاجی نیست که ما همه چیز رو کامل بدونیم. همه شما میتونید در این مسیر خدمت کنید. شما همه خادمانی کامل برای پروردگارتان هستید. به آنچه یاد گرفتیم عمل کنیم و سعی کنیم خدمت کنیم و در این مسیر بیشتر یاد بگیریم. این سرور واقعی است. واقعا خوشحالم. و من همراه شما هستم. بیایید خدمت کنیم. آیا شما فکر میکنید که همه این تمرین‌ها رو انجام میدن؟ همه راهنمای خوبی هستن؟ بله.